تو نگشتی سیر زینها در زمان، هم نگردی سیر از اجزای من. همین خوردی سیر نشدی، به همین 10 گرم گوشتی ما سیر میکنی. حلمه رو تو که 3 پندت بردهم، تو بدانی زیرکم یا ابلهم. ایو دا گفت رهام که ای خوردن ما هیچ فایده نمیگیری. رهام که 3 نصیحتت میکنم که انشالله به همین نصیحت عمل کردی، پروردگار خیر دنیا و آخرت نصیبت میکنه. اولی آن پند هم بر دستی تو، ثانیش بر بام کهگل بستی تو. نصیحت یکمه در همین کفی دستت میکنم و نگو که همین حیله کرده فریبم دورا. وقتی که از دستت خلاص خوردم در همین لبه که بام نصیحتی دیگه من میکنم. بام سوم پند دی هم من بر درخت، تو از این 3 پند گردی نیک بخت. با وقتی که خلاص خوردم و آزادی در اومدم ای بلوی شوخی درخت، انشالله نصیحتی اساسی و سیگی من میگم. من میگه اون چی بر دست است اون است این سخن، که محال روزی کس باور مکن. نصیحت یکم گفت، اگر من بودو کسی یکم گپی وزبی نگفت گپی محاله باور نکن. متاسفانه سفسطه به حد بسیاره. همین قدر در زندگی شایعه ها زیاد های، فلانی فلان شده است، فلانی فلان شده است. همین قدر دروغ چشم میتن که الهی توبه. یک سخنی محاله گفتن قبول نکن. چی بس آدمایی از ایت چی جان تقامیتی در ساعتی 4:30-5 مسجد میره بزخواه اولیوشی مصافه چیدی بعد میره. زینهار باور نکن که این مرگ به سین سالت کار نداره. سلام علیکم برادرو بسیاری شما برای ویتیلیگو میپرسید. ویتیلیگو یعنی ما توجیکو پیچیدگی میگیم، سفید وقتی پوست میشوه. دوروش اومگی کلمه در طور روشن ریزوست ایندیای انشاءالله که به حد ریزوست خوب نشون دادگی بسیاری برادرو زکاس کن افکت شدیدگی هم خدمت تجربهش کردیم. کورس لیسینش یک دونه ماست دو تا تبلیغ استفاده میبره. مرحمت برادرو زنگ زنه برای همه شهرها را ثبت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلامتی و بیماریت کار نداره. نماز فریضه خدا ای. فردا روز قیامت خدای تعالی همچنانه که از ریش سفیدا میپرسه ای جوانو را میپرسه. همه برابر هستند. بر کفش چون گفت اول پندی زفت، گشت آزاد و بران دیوار رفت. بسیار نصیحتی خوبش کرد و خیسرش داد. در لبی بام شیشت گفت دیگر برگذشته غم مخور، چون زی تو بگذشت زان حسرت مبر. نصیحتی دیگه هم گفت برگذشته صلوات، چیزی رفت و چیز دیگه برگردونده نمیشه. تیری که ای 60 رفت او را دیگه خفا گرفته نمیشه. سخن ای دهم برومد او را دیگه قپیده و ابرده برگردونده نمیشه. برگذشته صلوات دیگه فکر نکن. اگه پری در شوخی درخت شیشت، بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم، 10 درم سنگ است یک در یتیم. دولتی تو بختی فرزندانی تو، بود اون گوهر به حقی جانی تو. بعدا وقتی میگه خلاص خورد شوخی درخت رفت، هی بچگو مردی سودا بدهید فندت کردم. اگر میکشتیم در روی جغیلدانم یک دونه بریلیانت بود 30 گرم وزن داشت. و خدا گفت به 7 پشته میرسید. فوت کردی در که روزی ید نبود، که نباشد مثل آن در وجود. خیلی در تقدیرت نبود است و چیکار میکنی؟ چیزی در نصیبت نباشه خطاب درونی نمیاد دستت. اگه خیر رفت. اون چنان که وقتی زادن حامله ناله سازد خوجهش در غلغله. همین خیلی وقتی زنه که درد میزنه دوی میکنه، او زنای پیشی شرم خجالت داشتن، ایزو میگشیدن، بولیشت میگزیدن. ولی پیشای رودان و بگذر در داد فیغانی و گوشی فلکر میشوه. زنکای امروزه را او درد که بزنش درد میکنه و زورش میاد داد میزنه بیچاره. دیگه همین توشتش میکنن و بیچاره و هم میگه. همون خیلی که هم زنه که درد میزنه میگه ایران اوه درد در اومده ای دریغ کاش که میکشتم، کاش دیم بریلیانتک هم میگرفتم. و میگه مرا گفت تو نه نصیحت کردمت که مبادا برگذشته دیغمت. هم پرنده چه گفت خدا جان تا بگیره این مردک آخی شما را با تعریف میکنن هومو ساپینز. ای شما دا همون پرنده اکو با عقل ترن. همونی نصیحتت نکردم که بگذشته صلوات، چون زیتا بگذشت چون غم میخری، یا نکردی فهم پندم یا کری.
آخه چیزی رفت دیگه چی غم بخری؟ بچه وقتش در زمین ارزون بود یک سوتیخشا در $100 خریدن بشید به مردور یک هکتار بخری اجو پرتو امروز فایدت کنه آقا در نصیبت نباشه ای که جو میخری هم $100 هم نمیوی در نصیبت که نباشه. وان دیگر پندت بگفتم که زلال هیچ تو باور مکن قولی محال من نیم خود 3 درهم سنگ ای اسد 10 درهم سنگ اندرونم چون بود. نصیحت یکمم همی بود که او گپی محال باور نکه سخنی باور نکردنی را باور نکه او خدا جان تا بگیره که من همگی 10 گرم وزن دارم او برلیانت 30 گرمه را چه خیل خوردم چه خیل میگیرم میپرم هر سو هیچ عقل فراست نداری تو 3 برابر ای وزن خودم زیادترک. من میگه خواجه باز آمد بخیش گفت تا که حین بازگوی آن پند خوبی سومین این را هوشش نسرش زد و گفت که جلوه که بعدا کردی نصیحت سه من نمیکنی هم نصیحت سه گفتی 3 تا نصیحتت میکنم. گفت آره خوش عمل کردی بدان تا بگویم پند سالیس رایگان. گفت اگه بایدتش خوب عمل کردی 3 مش مونده است رو تبات کنم در 1 دقیقه ده نصیحتی قیمت به هم ای خاطرت برآوردی. پند گفتم بر جهول خوابناک تخم افکندن بود بر شور خاک. انا می نصیحتی 3 مشنم بیای بچو یکون کسی اینتریسوات هم میگه که نصیحتی 3 مش چی باشه. یعنی برای آدم جهول آدم خوبولو آدمی که پروای سخن نداره آدمی که با تلفنش بازی میکنه با رفیقش صحبت میکنه پند گفتم با او یک کاری بیهوده ای وقتت صرف میشوه افگار میشه مانده میشه او انرژی صرف میشوه هیچ فایده و منفعت نمیکنه. همین خیلی که دانه گندم میگیری در شور زمین میپرتوی دانه در سرت میمونه و یگان حاصل توقع کرده نمیشوه همین هم عیناً هموی انا می نصیحتی سهیم هم میای خدا برکت بده ایشون قاری را الحمدلله. ببینه ای بچه از برای خدا ایمان برای ما و شما بیان کرد ایمان مفصله هم آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره و ایمان مفصله به همین ایمان آوردن فرض برای هر یک شخص برای هر یک فرد مسلمان با به همین مثالای عادی مثالای جزئی اینقدر خشوع فهمون اگه خشوع به حال کسی که در ذهنش گرفت حتما انشالله فایده و منفعتش میکنه. وای به حال او کسایی که ای او گوش در اومد ای گوش دیگر برمد برفت یا اصلا نموندن که در همون گوش مدرویا. خدای بزرگ محفل بابای حجی را مبارک بگردونه. بابای حجی از همون محبای هسته که بعضا گروزیتش میکنن بعضا خودش پیشنهاد میکنه همون به هر وجه صورت از محبا اینا ببینه الحمدلله. مخصوص محفلشان در روز دوشنبه غلطید اصلا ولی میگیم مولودی با سعادت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم اکثر محققا روزی 12 ربیع الاول گفتن تولد حضرت. یک ایده از محققا و یک ایده از شخصایی که با حساب و کتاب آشنا هستند خوب حساب و کتاب کردن میگن نه 12 ربیع الاول نه 9 ربیع الاول از جمله شیخ محمود پاشای فلکی از جمله صفی الرحمن شیخ صفی الرحمن مبارک فوری که کتاب الرحیق المختومش در همین آخرون انا چی بگیم آزمون سیره نویسا در عصر 20 جای اول گرفت. در تمام دنیا یک آزمونی کلان کردن برای سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاریخ حضرت نوشتن همین الرحیق المختوم جای اول گرفت. همین شیخ صفی الرحمن مبارک فوری نوشته گیش. اینا ببینه این حضرت هم میگه که طبق حسابات سالی عام الفیل که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تولد شده است با 571 میلادی راست میآید. آن که 571 میلادی ماه ربیع الاول ش حساب کرده است میگم محمود پاشای فلکی روزی دوشنبه با 9 ربیع الاول توری میگیره. هیچ کس یگان ذره اختلاف نکرده است. تمام علما و محققا اتفاق دارند که حضرت در روز دوشنبه تولد شده است.
میگه اگر همون روز دوشنبه همون اساس بگیریم روز دوشنبه در نهم ربیع الاول میشود 12 ربیع الاول پنجشنبه میشه سال 571 میلادی را اگر بگیریم فهمیدید مردم تو کدام درجه را حساب کردن اما به هر وجه صورت روزی که ما و شما ششته روز دوشنبه ای مولود اساسی ای روزی که حضرت صلی الله علیه و سلم تولد شده خوشو به حال ان شاء الله خوب انتخاب